سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون یه ابزاری رو معرفی کنم که بتونید باش جزئیات صورت رو اصلاح کنید. قبل از این ما همیشه می اومدیم یه رنگ کلی روی پوست صورت میذاشتیم و اینجوری اصلاح رنگ رو انجام میدادیم، اما اگه بخوایم جزئی تر کار کنیم مثلا رنگ چشم یا گونه ها یا رنگ لب ها، اینا رو باید چجوری اصلاح کنیم؟ برای این کار شما باید بیاین توی اوپن اف ایکس و افکت فیس ریفاینمنت رو وردارین بذارین روی نودتون. بعد از اینکه این افکت رو انداختین، دکمه آنالیز رو میزنید و تصویر شروع میکنه پیدا کردن صورت، آنالیز تصویر که صورت کجا حرکت میکنه و بسیار هوشمندم این کار رو انجام میده. ترکش و همه چیش رو هوشمند انجام میده. بعد این تیک شو اوورلی رو اگه غیر فعال کنید، اون نقطه ها میره که بتونید کارتون رو شروع کنید. توی تنظیمات این افکت قسمت اولش مربوط میشه به اسکیم ماسک که تنظیم نوع انتخاب کردنش رو میگه. اگه شما بیاین آخری شو ماسکش رو فعال کنید، نشون میده که کجاها رو سلکت کرده. زیاد لازم نیست شما اینا رو دست بزنید، چون داوینچی خیلی خوب این کار رو انجام میده، مگه مثلا تحت شرایط خیلی خاص که اشتباه یا مثلا ناقص ماسکش رو کشیده باشه. میتونید برید قسمت دوم تکسچر میاد. وقتی که اصلا من بیام مقدار اماونت رو زیاد کنم، میبینید که اون جزئیات صورت رو از بین میبره. یه جوری حالت بیوتی سالون میشه. برای پوست خانوما بیشتر استفاده میکنه. یا اگه من بخوام این مقدارش رو کم کنم، نگاه کنید جزئیات صورت رو خیلی درشت‌تر نشون میده. همون حالت بیوتی رو داره. قسمت دوم کالر گریدینگه. تو اینجا خب خیلی راحت میتونید درجه کانترست رو افزایش بزنید یا میتون رو بالا پایین کنید. بیشتر مثلا روشنایی پوست رو انجام میده. کالر بوست مربوط به شدت رنگ پوستشه. تینت اگه میخوای حالت سبز بگیری سمت چپ، اگه میخوایم بره به سمت مجنتا بکشونش راست. اینجا هم شادوهای رو پوست، ولی این گزینه شاین ریمووالش واقعا فوق العاده است. سر صحنه معمولا نورپرداز برای اینکه نور هارش نشه مثل اینجا، میان از مثلا سافت باکس استفاده میکنن، از دیفیوزر استفاده میکنن که این نور هارش نشه. ولی ممکنه مثلا فیلم برداری شما این کار رو نکنن. شما میتونید این شاین ریمووال رو افزایش بدین و خودش اینجا این نور رو سافت میکنه. تنظیم بعدی مربوط به چشما میشه. اگه من اینجا زوم کنم روی چشما بهتر میتونید مثلا شارپ کنید چشما رو، میتونید برایتنسش رو افزایش بدید. این چشماشو، این نور دور چشم میشه آیلایت. این آی بگ ریمووالش خیلی فوق العاده است. برای وقتی که مثلا این گودی زیر چشم رو میبینید ممکنه مثلا توی تصویر نخواین این باشه، این آی بگ ریمووال رو افزایش میدید و این گودی رو میبره. تنظیم بعدی مربوط به لب میشه. شما با درجه هیو میتونید رنگ لب رو مشخص کنید، لبش چه رنگی باشه. سچوریشن هم خب سچوریشن میدید. این آپر لیف اسموت هم برای بالای لبه. حالا اینجا سیبیل داره، معمولا برای خانوما میان اینو اسموت میکنن که بالای لبشون جزئیاتش بره. بلاش ریتاچینگ هم مربوط میشه به گونه ها. باز مثلا هیو داره که بتونید رنگ گونه ها رو انتخاب کنید، درجه سچوریشنش رو افزایش بدین، یا حتی سایز این رنگی که روی گونهشه چقدر باشه. فورهد برای پیشونیه، چیک برای لپشه، این برای چونشه، مثلا میخواین چونش چه رنگی باشه. و گلوبال هم کل افکت رو شما مثلا اینجا میتونید تنظیم کنید چند درصد. اگه 0 بیارید همه چی برمیاد همون قبل از استفاده از افکت. اگه 100 ببرید همه چی رو به نحو بالاترین شدت خودش اعمال میکنه. خب اینم از این تصویر. فقط یه چیزی بهتون بگم، سعی کنید زیاد از همه گزینه‌هاش یه جا استفاده نکنید، چون متخصص مصنوعی کردن تصویره. ما همیشه سعی میکنیم که تصویر طبیعی ترین حالت خودش باشه. امیدوارم این پست براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی هم دارید حتما از هم بپرسید.